سلام، صبح همگی بخیر. سلام، صبحتون عالی. صبح روز چهارشنبه، هوا آفتابی، دماش متعادل، ولی نگاه که میکنم میبینم که چقدر عالیه آسمونو. یه روز دیگه من دارم میبینم، همسرمو یه روز دیگه دارم میبینم، آدم ها رو دارم میبینم، پارک رو دارم میبینم. بگم در مورد همین؟ آره، من اتفاقا امروز داشتم در مورد کنترل ذهن میخواد صحبت کنم که یه دفعه دیدم همسر جان گفت من یه ایده دارم میخوام در مورد اون صحبت کنم. گفتم صحبت کن عزیزم، فکر کنم این الان مهمتر از اینی که من بخوام بگم. وقتی که یه ایده میاد، اصلا ایده نشستن و اینجا فایل گرفتن اینا ایده خودم، همیشه خودم میگم و واقعا به خاطر مثلا دیروز یه تجربه خیلی خوب در مورد کنترل ذهن داشتم، اینو باز بهتون میگم که به چه صورته. من ترجیحم اینه که توی فایل دیگه توی فایل دیگه. این فایلمون شاید خیلی بلند نشه، خیلی مثلا مدتش کوتاه باشه، ولی فکر میکنم خیلی تأمل برانگیزه. خب میدونی چیه، وقتی که صحبت میخوایم بکنیم در مورد امروز، صحبتی که میخوایم بکنیم بیشتر در مورد نعمت و شکرگزاریه، شاید مثلا خیلی بیاد اینقدر مطالب میاد. نه من میخوام آگاهانه اینو کوتاهش بکنیم، تأمل برانگیزش بکنیم. اگه خواستیم میتونیم یه ویدیو دیگه ضبط بکنیم. اوکی. ببین، یه جمله همه یعنی به گوشمون آشناست که چقدر زندگی تکراری شده. خب من نمیدونم شما تکراری رو تو چی میبینین، ولی من سپاسگزار این تکرارها هستم. سپاسگزار این تکرارها به خاطر اینکه صبح که بیدار میشم نمیگم باز صبح شد من بیدار شدم، میگم خدا رو شکر که بیدار شدم. من میتونستم بیدار نشم، میتونستم دیگه نباشم. چشممو که باز میکنم میگم خدا رو شکر که چشمام میبینه، میتونست دیگه نباشه. میام بیرون میبینم خونم سالم، سرپناه هم هست، میتونست نباشه، میتونست آوار شده باشه، میتونست بچه ها میگم خدا رو شکر همسرم هست، بچه هم هست، میتونستن نباشن، میتونستن اینا بیدار نشن، اسپیلت هم روشنه، میتونست نباشه. تمامه. میتونستم صبح بلندشم اعلام کرده باشن که دیگه شما نمیتونین از خونتون برین بیرون، باید تو خونه بمونین. اما بابت این مسیر پیاده رویمون سپاسگزارم. ببین تو باید سپاسگزار تکراری هات باشه، چون هر کدومش اگر نباشه تو زجر میکشی. اگر بچت نباشه، اگر چشمت نباشه، اصلا بلند شدید دست حرکت نمیکنه. سپاسگزار تکراری های زندگیتون باشین، چون اگر نباشه زجر میکشی، نباشه اصلا زندگیت کد میشه. سپاسگزار هر چیزی که همین الان تو زندگیت داری و به نظر تکراریه. نهار پختم، ببین یه روز اصلا یه روز بچه‌ها نباشه، هیچ کس نباشه، تو اصلا نهار نخوای درست کنی. انگیزه میبینی چقدر میاد پایین. من به بچه‌ها میگم من سپاسگزار وجود شما هستم که به من انگیزه میدین که پای گاز وایسم، زندگیم جریان پیدا کنه، آشپزی کنم براتون. سپاسگزار تکراری های زندگیتون باشین. همین تکراری ها اگر نباشه تو رو زجر میده. اگر چشمت نبینه، اگر پا نداشته باشی، اگر دست نداشته باشی، اگر اجازه ندن از خونت بیرون بری، اگر سرپناه دوستت آوار بشه، اگر ببین هر کدومی که الان هست از نظر تو تکراری اگر نباشه زندگی برات سخت میشه. سپاسگزار باشین. همسرت کنارته. ببین همسر من که اینجاست الان کنار منه، من بابتش سپاسگزارم. کاملا از لحاظ احساسی و شخصیتی با من فرق میکنه، ولی من سپاسگزار وجودش هستم. هر لقمه غذایی که میخورم میگم ازت سپاسگزارم که رفتی این مدت غذایی رو خریدی و الان داریم با هم میخوریم. سپاسگزار باشیم به جای اینکه قُر بزنین سر همسراتون. من به عنوان یک همسر دارم میگم، من به عنوان یک زن که یک روزی همش به همسرم میگفتم چندین سال پیش چرا اینو خریدی، چرا اونو خریدی، چرا اینجوری، چرا این کمه، چرا اون نیست. امروز بابت هر چیزی که میخره میاره سپاسگزارم. اگر کبابی درست میکنه سپاس، هر چیزی. شاید من مثلا بهش بگم اینو بخره، مثلا یا بره بیاد یادش رفته باشه. خب اینو میگم، به خاطر همین میگم فرق میکنیم با هم. مثلا من خب خیلی حواسم به همه چیز، شاید همسرجان یه چیزی رو فراموش کنه، ولی همون چیزایی که داره، همون چیزایی که خریده، هر چیزی که میخره میاره میگم سپاسگزارم. اون چیزی که الان نیست ممکن اصلا به نفع من نبوده. سپاسگزار باشین به جای اینکه قُر بزنین سر همسرتون. اینو من دارم خطاب به خانوم ها میگم، حالا آقایون که دیگه جای خود داره. آقایون هم همین.
اصلا به جای اینکه بیان بگن همسر، ببین همسر داره خونه زندگی تو مثلا دسته گل میکنه، بابت سپاسگزار باش. اگر اومدی غذا به موقع حاضر نبود قر نزن، سپاسگزار بابت کارهایی که کرده تو خونه باش. ببین بذار در یک کلام بگم دیگه، سپاسگزار تکراری های زندگیتون باشین که اگر نباشه زجر میکشین، اذیت میشین. اصلا هیچ سپاسگزاری که وقتی که میگی دیدن نقاط مثبت دیگه، مثبت یه نفره. من همیشه برمیگردم میگم روز اولی که با یه نفر آشنا میشی چجوری نگاه میکنی، میای خوبیاشو نگاه میکنی، میای شباهتاشو با خودت نگاه میکنی. روزای اول همتون الان داره این حرفای منو میشنوی، یاد روزای اول آشنایی با همسرتون، یاد روزای اولی بچت به دنیا میاد، چجوری باش رفتار میکنی، چه نکاتی رو میبینی. اتفاقا همینم به خاطر اینی که فکر میکنن تکراری شده. آفرین. فکر میکنن تکراری شده، انگار برایشون بدیهی میشه، ولی سپاسگزار باشین که اگه نباشه ببینید چه اتفاقی میفته. من یه مثال بزنم، ببخشید من اینو داره میگم. وقتی که امروز صبح بلند شدم، وقتی همسر جان داشت صحبت میکرد یاد این افتادم. امروز صبح بلند شدم، واقعا به سرویس احتیاج داشتم، باید میرفتم سرویس. میخوام اینو اینجا اتفاقا بکنم بچه‌ها تجربه کرده باشن که زمانی که مثلا یه جایی اصلا سرویس دسترسی ندارن چه زجریه. آره آفرین. نه من میخوام اینو بگم. آره من میخوام اینو بگم که الان من وقتی که داشتم بهش فکر میکنم، الان همین سرویسی که بعضی وقتا قور میزنی چرا نیست، باید این، چرا هر روز باید این اتفاق بیفته. شما برو الان ببین چند تا آدم رو تخت بیمارستان افتاده، همین بدنی که داره به این خوشگلی کار میکنه برای اون کار نمیکنه، رو تخت بیمارستان. همین مسئله، ببخشید اینو دارم میگم، همین دستشوی کوچیک اون آدم مسئله، رفته رو تخت بیمارستان، نمیدونم به جراحی رسیده. میتونی اینو ببینی؟ آره اتفاقا من بذار یه مثال یادم اومد دیگه اینم بگیم و بعد بریم سپاسگزار تکراری های زندگیتون باشین. من اینو زمانی که من واقعا یه روزی نمیدونستم که ممکنه کسی قدرت بلعش هم از دست بده، یعنی بلعیدن غذاشو از دست بده، قورت دادن. تا اینکه از یکی شنیدم که فلانی نمیتونه غذاشو قورت بده. یعنی به خاطر این موضوع رفته بود تهران پیش پزشکی که قدرت بلعش رو از دست داده بود. یه بلعیدن ساده که تو میشینی روی سفرت غذاتو میخوری، داری میبلعی غذاتو قورت میدی، یه نعمت تکراریه که فراموش میکنی. خب ببین هر چیزی میگم بشین، حالا اگر دوست داشتین تمرین رو انجام بشین همین چیزایی که از وجود خودت، از طبیعت دور و برت، از بچه‌هات، از خونت، زندگیت، هر چیزی که داری و به نظر تکراری اومده، بشین یه لیستی تهیه بکن و بابت تک تکشون سپاسگزار باش. اگر دوست داشتی این تمرین رو انجام بده، ببین چقدر احساست عالی میشه، چقدر انسان سپاسگزارتری نسبت به قبل میشی، چقدر فرق میکنه همه چی با هم. به نظر من دیگه باید بگیم روز خوبی داشته باشی. چقدر نکات کلیدی بود، واقعا مرسی. روز عالی داشته باشی. خدا نگهدار.